به نام خدا. سلام، فرشید شیرافکن هستم از مدرسین مجموعه خوب فرادرس که قراره به امید خدا آموزش ریاضی 1 رو در خدمتون باشم. در ریاضی پایه که این جانب براتون تهیه کردم آموزشش رو، این مطالب تدریس شد و در ادامه این مباحث، یعنی مجموعه ها، نامساوی ها، مثلثات، تصاعد و تابع ها و دامنه و برد و انواع تابع ها، ما سراغ ریاضی 1 خواهیم رفت. در ریاضی 1 این مباحث رو آموزش میدم: حد، پیوستگی، مشتق، انتگرال، مختصات قطبی، اعداد مختلط و دنباله و سری، که مثال ها در این مباحث زیاد هستن. تست کنکور حل میکنم، تست‌های کنکوری که مربوط به دانشجویان کارشناسی هستش و تست‌های جالبی هست و اکثر تست‌های کنکور کارشناسی ارشد هست، مربوط به رشته‌های مختلف کنکوری که تا حالا برگزار شده: رشته ریاضی، رشته آمار، رشته مهندسی سیستم، صنایع، هسته‌ای، معدن و کشاورزی و رشته‌های مختلفی که ما تا حالا براشون کنکور داشتیم و ریاضی 1 در درس‌هاشون تست طرح شده. علوم کامپیوتر مثلا. و ما مثال هامون طبقه بندی شده است، از سطح ساده به سطح متوسط میره. بعضی وقتا تست های پیشرفته هم داریم. البته آموزش ریاضی 1 که خدمتون اینجا ارائه میدیم در حد پیشرفته نیستش. سعی میکنم که با توجه به اینکه سالها روی مبحث ریاضی 1 وقت گذاشتم، آموزش خدمتون ارائه بدم که شما رو بی‌نیاز از مطالعه منابع دیگه بکنه. البته آموزش ریاضی با تمرین بیشتر هست، اما ما مثال فراوان حل میکنیم تا بتونیم یک در واقع منبع قوی و کاملی در اختیار شما قرار بدیم. انشالله که بتونم این کار رو انجام بدم. درس اول، حد. در ابتدا من مفهوم حد رو درس میدم، بعد در ادامه در فصل بعدی مفهوم پیوستگی رو خدمتون عرض میکنم. حد و پیوستگی رو معمولا توی یک فصل در واقع از کتاب ها میآورن، چون این مطالب به هم مرتبطه. و حالا من چون تمرین های زیادی رو برای حد خدمتون حل میکنم، اینو به عنوان یک فصل جدا در نظر میگیرم. پیوستگی هم فصل بعدی یا درس دوم خدمتون آموزش میدم. تعریف حد. مفهوم حد رو اینجا خدمتون توضیح بدم. من محور x ها و y ها رو که به این صورت نشون بدم و یک تابعی مثل y مساوی با fx هم داشته باشم، نمودارش این شکلی باشه، در یک نقطه‌ای مثل A مقدار این تابعه برابر L هستش و اینجا هم یک دایره تو خالی میذاریم و حالا اینجا هم مقادیری هستش که x به سمت A میره با مقادیر بزرگتر از A و اینجا هم x به سمت A میره با مقادیر کمتر از A. خب که اینجا هم به سمت L داره حد تابع میل میکنه. پس من به این صورت میگم که حد تابع fx مساوی با L. این L'i که اینجا دارید میبینید، این تابع fx حدش در نقطه AL که این x یکی از اعضای دامنه ما هستش و من حد راست و حد چپش هم به این صورت تعریف میکنم که حد تابع fx من وقتی که x به سمت A میره با مقادیر بیشتر از AL1 هستش و حد چپ یعنی حد تابع fx وقتی x به سمت A میره با مقادیر کمتر از A برابر L2 که وقتی که این L1 و L2 با هم برابر هستن میگیم تابع در نقطه A حد داره. این تعریف حد، مفهوم حد به همین سادگی. یعنی در واقع تابعی مثل F داشتیم، یک نقطه‌ای هم مثل A داریم و این X ما به سمت A میل میکنه. حالا یا با مقادیر بزرگتر X به سمت A میره مثبت مینویسیم، یعنی به سمت A میره با مقادیر بزرگتر از A، یا با مقادیر کوچکتر از A به سمت A میره. هدف اینه که به سمت A X داره حرکت میکنه و بعد به این صورت که داره حرکت میکنه مقدار تابع ما هم داره به سمت L حرکت میکنه دیگه و این حد راست این حد چپه که وقتی با هم برابر بشن میگیم تابع در نقطه A
حد داره. ابتدایی ترین در واقع بحثی بود که ما توی این فصل داریم. خب اینجا چیزی یادآوری بشم، این که من میگم حد رادیکال x منهای 1 وقتی x به سمت 1 میره معنیش چیه؟ خب ببینید اینجا این معادل اینه که من بنویسم حد رادیکال x منهای 1 وقتی که x به سمت، به نظرتون اینجا چی میخوام بنویسم؟ در واقع اینجا میخوام بنویسم 1 مثبت، چون وقتی شما میگیم به سمت 1 میره در 1 مثبت معنی داره، چون اگه x به سمت 1 بره با مقادیر کمتر زیر رادیکال منفی میشه دیگه، پس x باید به سمت 1 بره با مقادیر بیشتر از 1، مثل 1 و 1 دهم. x به سمت 1 میره اینجا مثبت میذاریم، یعنی x داره به سمت 1 حرکت میکنه با مقادیر بزرگتر از 1، مثلا 1 ممیز 1 دهم. وقتی 1 ممیز 1 دهم منهای 1 میشه 1 دهم و زیر رادیکال مثبت میشه. ولی اگر 1 منفی اینجا میذاشتیم، مثلا به سمت 1 بره با مقادیر کمتر از 1 مثل 9 دهم، وقتی زیر رادیکال 9 دهم منهای 1 میشه منفی 1 دهم، معنی نداشت. پس من وقتی که این حد رو می‌نویسم، خب هر وقت شما چنین حدی رو می‌بینید و اینجا 1 نوشتیم، منظورمون همون 1 مثبته، یعنی باید بحثش این باشه که این x جزء دامنه این تابع باش. حالا وقتی که این حد رو می‌خوایم حساب بکنیم، اینجا به x عدد 1 میدیم، 1 منهای 1 میشه 0 و این حد برابر 0 خواهد شد. و در مثال پایینی فکر کنم متوجه خواهید شد که این چی هست. حد رادیکالی که منهای x به سمت 1 میره، اینجا مثل اینه که من معادل اینه که می نوشتم دقیق تر می نوشتم. دقیق تر این بود که بنویسم چی به چه سمتی می رود، یک چی منفی، یعنی به سمت 1 میره با مقادیر کمتر از 1 تا این زیر رادیکال منفی نشه و باز 1 منهای 1 برابر 0 خواهد شد. خب من اینجا شکلی رو خدمتون رسم خواهم کرد و چند تا حد رو با هم بررسی میکنیم تا با مفهوم حد بیشتر آشنا بشیم. خب من الان مثلا میگم که در یک محور x هامو شماره گذاری که بکنم، مثلا 1 2 3 4 5 اینم محور y، 1 2 3 منفی 1 منفی 2 منفی 3 به این صورت محور y رو داشته باشم. حالا اگر در یک مقدار تابع به این صورت یک چنین شکلی داشته باشیم و اینجا هم حالا این به این سمت در واقع داره میره و به خود خط 2 نمیرسه و اینجا هم حالا این خط رو حالا کشیدیم مثل یک مجانب. در نقطه 2 هم اینجا من یک نقطه توی پر میذارم، در نقطه 3 هم به این صورت یک نقطه توی خالی میذارم و در نقطه 4 هم در قسمت برخوردش با یک نقطه توی پر میذاریم و حالا این هم به این وصل میکنیم و در واقع من میخوام در رابطه با این موضوع ها صحبت کنم. حالا برای این قسمت هم این در واقع این شکل رو خواهیم داشت. حالا من با توجه به این شکل میخوام به این 4 تا سوال پاسخ بدم. حد تابع fx وقتی x به سمت 1 میره رو میخوام پیدا کنم. این الان 1 هست و x داره به سمت 1 حرکت میکنه. حد تابع به نظر شما چه عددیه؟ خب وقتی x به سمت 1 داره حرکت میکنه، ما الان از این سمت بیایم یا از این سمت فرق میکنه یا نه؟ اگر من از این سمت بیام یعنی به 1 نزدیک بشم، یعنی 1 با مقادیر کمتر از 1، خب ما الان در موردش صحبتی نمی کنیم چون جزء دامنه ما نیستش. ما داریم در واقع به سمت 1 مثبت، یعنی به سمت 1 میره با مقادیر بزرگتر از 1 که بره، اون موقع مقدار تابع در 1 برابر منهای 1 خواهد بود. پس این منهای 1 میشه. پس تابعی که من دارم این کل این تابع fx من هستش که در قسمت x به سمت 1 با مقادیر بزرگتر از 1 جواب منهای 1 رو داریم. این همون الی بود که ما توی شکل داشتیم. 2 تا اسلاید. خب حد تابع وقتی x به سمت 2 میره. خب وقتی x داره به سمت 2 میره، من 2 حالت رو باید بررسی بکنم.
وقتی که به سمت 2 میره با مقادیر بزرگتر، وقتی که به سمت 2 میره با مقادیر کوچکتر. خب وقتی که به سمت 2 میره با مقادیر بزرگتر میبینید که مثبت بی‌نهایته و وقتی که به سمت 2 میره با مقادیر کوچکتر میبینید که منهای بی‌نهایته. یعنی تابع من در 2 مثبت بی‌نهایت این طرف درش و این طرف درش منهای بی‌نهایته. پس من میگم حد نداره. پس در 2 حد وجود ندارد. حد چپ و راستش رو ببین، مثبت بی‌نهایت و منفی بی‌نهایت، حد نداره در 2. از شکل هم مشخصه که توی 2 حد نداره. در 3 چی؟ وقتی که x به سمت 3 می رود حد تابع چقدره؟ شما نگاه کن، الان مقدار تابع در نقطه 3 اگه نگاه بکنی یه مقدار کمتر از 3 یا یه مقدار بیشتر از 3 بگیری عدد 2 رو داره نشون میده. پس حد تابع وقتی x به سمت 3 می رود برابر است با 2. و وقتی که تابع ما xش به سمت 4 میره حد چه شکلیه؟ باز اینجا هم x به سمت 4 مثبت و 4 منفی رو با هم بررسی میکنیم. x به سمت 4 میرود با مقادیر بزرگتر از 4، یعنی این سمتی داریم به سمت 4 حرکت میکنیم. خب مقدار تابع برابر است در نقطه 4 برابر چه مقداری هستش؟ خب این الان مقداری که ما از سمت 4 داریم با مقادیر بزرگتر و اینکه به سمت 4 میریم با مقادیر کوچکتر رو به نظر شما چه مقداریه؟ از این سمت و این سمت داریم به 4 نزدیک میشیم. خب اینکه به سمت 4 میریم با مقادیر بزرگتر حد 2 و وقتی به سمت 4 میریم با مقادیر کوچکتر حد 1. به خاطر میگیم وجود ندارد چون حد چپ و راستش با هم برابر نیستش. قضایای مربوط به حد رو با هم بررسی کنیم. اگر حد تابع f(x) مون وقتی x به سمت a میل میکنه برابر l باشه، اون موقع حد c ضرب در تابع f برابر با c ضرب در l میشه. معنیش اینه که اگر شما حد یه تابعی رو میدونین l هست و این تابع رو مثلا در یه عدد ثابتی مثل c ضرب میکنیم، مثلا ضرب در تابعتون ضرب در 5 میکنیم، حدتون هم ضرب در 5 میشه. واضحه دیگه. و اگر تابعتون رو به توان n برسونین مقدار حدتون هم به توان n خواهد رسید. پس این 2 تا از قضیه های مربوط به حد بود که توی این اسلاید خدمتون عرض کردم. در ادامه ببینید اگر حد تابع f L1 باشه وقتی x به سمت a میره و حد تابع g هم L2 باشه وقتی x به سمت a میره، اون موقع این نتایج رو میتونیم بگیریم. حد تابع f به اضافه g هست L1 به اضافه L2. یعنی اگه این دو تابع رو من جمعش رو داشته باشم و از اون حد بگیرم، مثل اینکه این حدها رو با هم جمع بکنم. یا حد f منهای g برابر L1 منهای L2 و توی ضربم برابر L1 ضرب در L2 و تو تقسیمم برابر L1 تقسیم بر L2. البته مشخصه که چون L2 مخرج هست L2 باید مخالف 0 باشه. و این هم 4 تا قضیه مربوط به حد بود که در این اسلاید خدمتتون گفتم که مربوط به این بود که من حد دو تابع f و g رو دارم و میخوام در رابطه با جمع و تفریق و ضرب و تقسیم این دو تا تابع اظهار نظر کنم که خیلی ساده به این صورت میتونیم مطالب رو ارائه بدیم. خب یه حد با هم بگیریم. حد قدر مطلق x منهای 2 میخوام بگیرم تقسیم بر x منهای 2. وقتی که x به سمت 2 میره میخوام ببینم این مقدار حد چقدر هستش. خب من بعد وقتی x به سمت 2 میره رو هم به سمت 2 مثبت و 2 منفی رو بررسی بکنم. وقتی که x به سمت 2 میره با مقادیر بزرگتر از 2 ما چه خواهیم داشت؟ خب قدر مطلق x منهای 2 برابر x منهای 2 میشه، چون x وقتی به سمت 2 میره با مقادیر بزرگتر از 2 مثل 2/1 این قدر مطلق مثبت میشه. مخرج هم که خودش هستش و این با هم در واقع ساده میشه، جواب 1 خواهد.
و وقتی که x به سمت 2 میره با مقادیر کمتر از 2 ما میدونیم که صورت مقدارش منها خواهد شد، چون وقتی که x به سمت 2 میره با مقادیر کمتر از 2 مثل 1/9 1/9 منهای 2 مقداری است منفی و این منها رو من اینطوری نشون دادم و این برابر منهای 1 خواهد شد. پس چون این دوتا با هم برابر نیستن میگم تابعی که ما داریم در x مساوی با 2 حد ندارد، یعنی به این صورت پاسخ خواهیم داد. خب اینجا چند تا نکته خدمتون بگم. ببینید اگر حد تابعی fx ما L باشه و در رابطه با حد تابع gx باید اینو خدمتون بگم که حد نداشته باشه، پس من اینجا می نویسم که این حد وجود ندارد. حد f رو داریم اما g حد نداره در نقطه A. اون موقع ما چه اظهار نظری در رابطه با f به اضافه g، f منهای g و g تقسیم بر f میتونیم داشته باشیم؟ این سه تا رو که میبینید اینها در نقطه‌ای که x به سمت A میره، یعنی در x مساوی با A، اینا حد ندارند. این سه نفر، این سه حالت f به اضافه g، f منهای g و g تقسیم بر f در x مساوی با A حد نداره. تابع f حد داره L، اما تابع g حد نداره. جمعشون حد نداره، تفریقشون حد نداره. g تقسیم بر f یعنی اونی که حد نداره وقتی صورته این هم حد نداره. اما f ضرب در g و f تقسیم بر g به نظرتون حد دارن یا ندارن؟ بله درست حد زدید، میتونن حد داشته باشن، میتونن پس حد داشته باشن یا نداشته باشن. این دوتا امکان در واقع هستش. پس ما در رابطه با اینها باید بررسی بکنیم که این تابع f و g در همسایگی یکسانی از این نقطه A البته باید بدونیم که تعریف شده هستن. خب در ادامه هم باز شبیه این صحبتی بکنم، نکته‌ای بگم. ببینید فرض کنید تابعی داریم مثل fx که وقتی که x به سمت A میره یعنی در A حد نداره، پس این حد نداریم. این هم حد نداره، یعنی اینجا هر دو تابعی که در موردشون صحبت میکنیم حد ندارن در x مساوی با A. اون وقت تابع جمع و تفریق و ضرب و fgm و gfm به نظرتون حد دارن یا حد ندارن؟ هر دو حد ندارن. حالا اینا چی؟ همشون هم مثل هم هستن، همشون میتونن در x مساوی با A حد داشته باشن یا نداشته باشن. هر دو امکان وجود داره. اینه دقت کنید، دو تا تابع دارین حد ندارن اما شاید جمعشون حد داشته باشه. شاید تفاضل اون دو تا تابع که هیچ کدومشون در نقطه A حد ندارن اما تفاضل اونا در نقطه A وجود داشته باشه، حدش وجود داشته باشه. این امکان هست. قضیه ساندویچ یا قضیه فشردگی که حتما باش آشنا هستین و من اینجا در موردش صحبت خواهم کرد. یه تابعی مثل f رو در نظر بگیرین که از تابع h بزرگتر مساویه و از تابع g کوچکتر مساویه و این اتفاق در یه همسایگی محذوف a رخ داده و حد h هم با حد g وقتی x به سمت a میل میکنه برابر L، یعنی تابع f بین دو نفر وایساده که اون دوتا حدشون وقتی که سمت A میره برابر L. از این دوتا ما نتیجه میگیریم که حد تابع F هم L، یعنی این بین این دوتا در واقع ساندویچ شد، فشرده شد. حد این دوتا L، حد این هم L خواهد شد و این یه قضیه پرکاربردیه که مثلا شما در مورد حد یه تابع دارید صحبت میکنید و میدونید که این تابع بین دو تا تابع دیگه هست که اون دو تا تابع حدشون برابر L. وقت میگه حد این تابع هم برابر L خواهد. یک قضیه هم داریم به اسم قضیه کرانداری. اونم اینه که اگر حد تابع fx مون 0 باشه در واقع وقتی x به سمت A میل میکنه و همچنین در رابطه با تابع g اینو بگم که تابع g هم در یه همسایگی
در یک همسایگی محصوف آ کراندار باشند. این دوتا رو میدونیم. از این دوتا نتیجه میگیریم که حد fx ضرب در gx برابر 0 خواهد بود. به میگن قضیه کرانداری. پس تابعی مثل f داریم حدش 0. g هم کرانداره. در رابطه با g هم میدونیم که یه تابع کرانداره. اون موقع 0 ضرب در اون کرانداره میشه چی؟ 0. خب حالا یه مثال حل بکنیم که از این قضیه ساندویچ استفاده کنه. بیشتر کتابا این مثال رو دارن که وقتی قضیه ساندویچ رو میگن این مثال حد x سینوس 1x رو بررسی میکنن. میگن حد این وقتی x به سمت 0 میره چطوری پیدا میشه. خب طبق قضیه ساندویچ اگه نگاه بکنیم میگیم سینوس 1x خب بین 1 و منهای 1 سینوس هر زاویه‌ای بین منهای 1 و 1 منهای 1 و 1. خب حالا برای مقادیر مثبت x اگر xی داشته باشین، چون x رو میخوام در این ضرب کنم دیگه، برای x هایی که بزرگتر از 0 اگه در نظر بگیریم من اینو در یه x ضرب بکنم به این صورت خواهد بود. و اگر xمون منفی باشه اون موقع در یه x منفی اگه من ضرب بکنم ما خواهیم داشت که x سینوس 1x بین x و منهای x قرار میگیره. خب و همچنین میدونیم که حد منهای x وقتی x سمت 0 میره با حد x وقتی x سمت 0 میره هر دو برابر 0. به خاطر این نتیجه میگیریم که این حد برابر 0 خواهد بود. یعنی من از قضیه ساندویچ استفاده کردم و گفتم که حد این تابع چطوری محاسبه میشه. اومدیم با توجه به این که سینوس x 1x بین منفی 1 و 1 بود گفتیم در یه x مثبت ضرب کردیم به این صورت شد، در یه x منفی هم ضرب کردیم به این صورت شد. خب الان x سینوس 1x بین منهای x قرار گرفت و x. اینجا هم بین x قرار گرفت و منفی x. و اینا در واقع طبق قضیه ساندویچ تابعهای h و g من هستن. یعنی من یه تابع fx دارم که بین دو تا تابع قرار گرفته، تابع hx و gx. حد این دوتا برابر 0. پس حد این برابر 0 خواهد شد. این بین دو تا تابع قرار گرفته که حد اونا 0. پس حد خودش هم برابر 0 خواهد بود. این با توجه به قضیه در واقع ساندویچ بود که من حل کردم. البته با توجه به قضیه کرانداری هم میتونین حل بکنین مثالو. این مثاله رو میشه با قضیه کرانداری هم حل کنین. چطوری؟ میگین که حد این x وقتی x به سمت 0 میره مشخصه که 0 و این سینوس 1 تقسیم بر x هم در همسایگی محصوف 0 کرانداره. پس طبق قضیه کراندار 0 ضرب در یک تابع کراندار حدش برابر 0 خواهد بود. پس من حد این x سینوس 1x رو هم با قضیه ساندویچ میشه حلش کنم هم با قضیه چی؟ کرانداری. حد تانژانت x ضرب در سینوس 1x رو وقتی که x به سمت 0 میل میکنه رو میخوام پیدا بکنم. برای این کار من در واقع اگر به x عدد 0 بدم تانژانت 0 برابر است با 0 یعنی این مقدار میشه 0 و سینوس 1x خب یک عددی است بین 1 و منهای 1 کران داره، محدوده و 0 در یک مقدار محدود برابر 0 خواهد شد. پس حد حاصل 0 میشه. مثال بعدی حد x رادیکال سینوس به توان 2x وقتی که x به سمت 0 میل میکنه. خب اینجا x اگر 0 در نظر بگیریم این x 0 هستش پس میشه 0 ضرب در و سینوس به توان 2x هم وقتی x به سمت 0 میره برابر 0 و این حد برابر 0 خواهد شد. مثال بعدی حد x به اضافه x به توان 2 تقسیم بر قدر مطلق x وقتی که x به سمت 0
مثبت حرکت میکنه. خب وقتی x به سمت 0 میره و با مقادیر بیشتر از 0، پس قدر مطلق x برابر خود x خواهد شد. پس جواب میشه x به اضافه x به توان 2 تقسیم بر x، یعنی قدر مطلق رو برمیداریم. حالا در صورت از یک x فاکتور بگیریم، به این صورت میشه که x در 1 به اضافه x تقسیم بر x حاصل میشه 1 به اضافه x که اگر به x مون 0 بدیم جواب 1 خواهد شد. حد خیلی ساده ای. و مثال بعدی حد 5 به توان منهای 1 تقسیم بر x به توان 2. وقتی که x به سمت 0 میل میکنه این حد برابر چقدر بود؟ 5 به توان منهای 1 تقسیم بر 0. خب منهای 1 تقسیم بر 0 رو ما منهای بی‌نهایت در واقع خواهیم داشت و 5 به توان منهای بی‌نهایت هم برابر 0 خواهد شد. پس این حدایی که با هم بررسی میکنیم حدای ساده‌ای هستن که حالا خیلی هم وقتتون رو نمیگیره. حد x به توان 2 منهای 4 تقسیم بر x به اضافه 2 در ساین x به اضافه 2 وقتی x میره به سمت منهای 2 با علامت منفی. خب x به توان 2 منهای 4 رو میتونم بنویسم x منهای 2 در x به اضافه 2 اتحاد مزدوج، مخرج هم x به اضافه 2 بماند، ضرب در ساین x به اضافه 2. خب این x به اضافه 2 ساده میشه x منهای 2 در ساین x به اضافه 2. حالا در این عبارت وقتی که x به سمت منهای 2 میره، منهای 2 با منهای 2 میشه منهای 4 و وقتی به سمت منهای 2 میره با مقادیر کمتر از منهای 2 این مقدار صفر منفی میشه. چون اگر من اینجا منهای 2 بذارم منهای 2 با 2 میشه 0، اما چون منهای 2 با مقادیر کمتر داره به سمتش حرکت میکنه میشه صفر منفی. یه عدد منفیه که علامت عدد منفی هم منهای 1 هست. منهای 4 ضرب در منهای 1 برابر است با عدد 4. تا به ساین یادتونه که عدد مثبت میدادیم مثبت 1 میداد، عدد منفی میدادیم منفی 1 میداد و اگه صفر هم میدادیم به ما 0 میداد. اینجا یک عددی است نزدیک به 0 و از 0 کمتر یعنی منفی هست و علامتش میشه منفی 1. خب حد قدر مطلق 3x منهای 1 منهای قدر مطلق 3x به اضافه 1 تقسیم بر x وقتی x به سمت 0 میره میخوام ببینم چقدره. خب اینجا الان وقتی x به سمت 0 میره و این علامت قدر مطلق اولی منفی خواهد شد، یعنی من خط کسری رو که بکشم این میشه منهای 3x منهای 1 و قدر مطلق دومی هم در واقع جوابش همون مثبت خواهد بود و به این صورت میشه. پس 3x منهای 1 مقدار منفیه وقتی x به سمت 0 میره و 3x به اضافه 1 هم یک مقداری است مثبت که تقسیم بر x میشه. حاصل میشه منهای 3x با منهای 3x منهای 6x تقسیم بر x که همون منهای 6 خواهد شد. خب مثال جالب اینجا داریم. تابع fx یه تابعیه که برای x هایی که متعلق به z نیست این ضابطه رو داره و برای x هایی که متعلق به z هست این ضابطه رو داره و حد تابع رو وقتی x به سمت 1/2 میل میکنه رو میخوایم پیدا بکنیم. میگیم که به این موضوع توجه بکنیم. وقتی که من میخوام حد رو در یک نقطه پیدا بکنم اون نقطه چه صحیح باشه چه غیر صحیح همواره از این عبارتی که جلوی x متعلق به z نیست استفاده میکنم. چرا؟ یعنی شما اصلا با این کاری نداری. یعنی وقتی چه این چیزی دیدی که x متعلق به z نیست و x متعلق به z شما اصلا با این کاری ندارین و از این عبارت استفاده میکنین. چرا؟ خب چون اگه نقطه مورد نظرتون صحیح هم باشه اون موقع وقتی x به سمت اون عدد میل میکنه در همسایگیش باز غیر صحیحه دیگه. پس حد تابع fx رو من می‌نویسم حد 2x به اضافه 4 تقسیم بر x به اضافه 1 وقتی که x میره به سمت 1/2. حالا اگه به x بدم 1/2 2 تا 1/2 میشه 1 و 1/2 به اضافه 1 که میشه 5 تقسیم بر 3/2 و میشه جواب 10/3. یه مثال دیگه حل کنیم. تابع fx برای x های بیشتر از 0 رادیکالی که منهای x
و برای x های کمتر مساوی 0 منهای رادیکال 1 به اضافه x. حالا من حد f(x) رو نمیخوام. تا اینجا هر مثالی حل کردیم حد f(x) رو پیدا کردیم. من حد f(x) به توان 3 منهای x رو میخوام. وقتی x به سمت 0 میره با مقادیری کمتر از 0 من اینو میخوام پیدا بکنم. برای اینکه این مقدار رو مشخص بکنم باید این قسمت رو تعیین علامت بکنم. پس وقتی شما با چنین مثالی برخورد کردید باید این عبارت رو تعیین علامت بکنید. چطوری این تعیین علامت میشه؟ x به توان 3 منهای x میخوام ببینیم تعیین علامتش وقتی که x داره به سمت 0 میره با مقادیر کمتر چطوری تعیین علامت میشه. پس من در همسایگی چپ 0 میام علامت x به توان 3 منهای x رو مشخص میکنم. خب ببینید x به توان 3 منهای x رو اگر از یک xش فاکتور بگیرم به این صورت تبدیل میشه. حالا وقتی x به سمت 0 میره با مقادیر کمتر این x پس یک 0 منفیه که به توان 2 برسه یک 0 مثبت خواهد بود که این 0 مثبت منهای 1 بشه یه عددیه که نزدیک به 0 از 0 یه ذره بیشتره و منهای 1 بشه یه عدد منفی خواهد بود و حالا این عدد منفی در یه عدد منفی ضرب میشه که همه نزدیک به 0 هستن و یک 0 مثبت نتیجه خواهد داد. پس چون 0 در واقع علامتش مثبت شد من از این ضابطه استفاده میکنم، یعنی کافیه برای محاسبه این مقدار حد f(x) رو پیدا کنم وقتی x میره به سمت 0 با مقادیر بزرگتر از 0 داره به سمت 0 نزدیک میشه، یعنی همسایگی راست 0 و میشه حد رادیکال 1 منهای x به سمت 0 بالاش مثبت میشه 1 منهای 0 میشه 1. حد تابعی که شامل براکت یا جزء صحیحه رو چطوری باید مشخص کنیم؟ خب اگر عبارت داخل براکت مثل اینجا که x هستش یک عبارت ساده‌ای باشه من این حد رو خیلی ساده با عدد گذاری میتونم پیدا بکنم. به طور مثال اگر من وقتی حد براکت x رو میخوام پیدا کنم که x به سمت 3 میره و مقادیر بزرگتر از 3 به x میتونم بدم عدد 3 و 1/10 مثلا و میبینی که جزء صحیحش برابر 3 خواهد بود، یعنی عدد گذاری میکنیم پیدا میکنیم. x به سمت در واقع 0 منفی میره یک عدد کمتر از 0 اگر من بذارم میبینید که جزء صحیحش برابر خواهد بود با منهای 1 یا در این حالت به سمت منهای 2 میره با مقادیر بزرگتر از منهای 2 که براکتش منهای 2 خواهد شد. پس من با عدد گذاری میتونم این تابع هایی که توشون جزء صحیح تابع هایی که شامل جزء صحیح هستن حدشون رو مشخص کنم. اما در حالت کلی وقتی که شما میگین که مثلا حد تابع f(x) برابر عدد l وقتی x به سمت a میره و شما میخواین حد جزء صحیح f(x) رو وقتی x سمت a میره پیدا بکنیم اینجا چه باید بکنیم که تابع f هم در واقع یک تابعی است که پیوسته هست. میگیم اگر این l که ما داریم یه عدد صحیح نباشه اون وقت این مقدار برابر جزء صحیح l خواهد بود به این صورت پیدا میشه. پس من این l هم یه عدد غیر صحیحه اون موقع این مقدار میشه چی؟ جزء صحیح l. اما اگر این l من متعلق به اعداد صحیح باشه با توجه به این شکل‌ها برای حد چپ و راستش میشه تصمیم گرفت. مثلا اگه من تابعم این شکلی بود یا تابعم این شکلی بود یا تابع مینیموم داشت در نقطه‌ای یا تابع در نقطه‌ای مثل A ماکسیموم داشت، یعنی یک نقطه‌ای مثل A رو من در نظر میگیرم که x داره به سمتش میل میکنه. اگر اون نقطه A نقطه مینیموم بود یا ماکسیموم بود یا به این صورت بود که تابع صعودی بود یا نزولی به طور اکید می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. وقتی که ما این شکل رو داریم بررسی میکنیم این A مثبت هستش این A منفی و این هم L هست و اینجا هم L مثبت و اینجا هم L
منفی. وقتی که x به سمت آ مثبت میره تابع به سمت ال مثبت میره و وقتی که x به سمت آ منفی میره fx هم به سمت ال منفی میره. اما در اینجا اگر این آ باشه، این آ مثبت و این آ منفی باشه، اون موقع این آ منفی هستش، این ال اگر باشه این ال مثبت میشه و این هم ال منفی میشه و وقتی x به سمت آ مثبت میره تابع من به سمت ال منفی میره و وقتی که x به آ نزدیک میشه با مقادیر کمتر از آ، وقت تابع من به سمت ال مثبت میره که میبینیم اینجاها در واقع ما حد نداریم، چون حد چپ و راستا با هم برابر نیست. یعنی x به سمت آ میره، از سمت بزرگتر یا کوچکتر بره مقادیر حد تابع با هم برابر نیست. اما وقتی آ مینیمم باشه یا ماکسیموم باشه، اگر اینجا مثلا آ مثبت باشه اینجا آ منفی، این اگر ال باشه، این دوتا مقدار با هم برابر هستن و حالا ما این اسمشون میگیم مثلا ال مثبت و اینجا هم اگر این ال باشه، این آ مثبت باشه این آ منفی، اینها برابر ال منفی خواهم بود. یعنی وقتی x به سمت آ میره، حالا چه آ مثبت باشه چه منفی، تابع به سمت ال مثبت میره. اینجا وقتی x سمت آ میره، چه آ مثبت چه آ منفی، تابع من به سمت ال منفی میره. در یه جمله تابع هایی که به صورت جزء fx هستن رو من اگه در نظر بگیرم، در نقاط درونی که به ازاش fx صحیح میشه حد ندارن، مگر اینکه اون نقطه براشون ماکسیموم یا مینیموم باشه که حالا در رابطه با این جمله مثال حل میکنیم. پس ما یادمون میمونه تابعی مثل y مساوی است با جزء صحیح fx، این تابعه در نقاط درونی که به ازاش fx صحیحه، این نقاط براشون حدی وجود نداره مگر که چی؟ اون نقطه براشون ماکسیموم یا مینیموم باشه، مثل نقطه آ در این مثال تابع fx مساوی با جزء صحیح x به توان 2 در بازه منفی 2 تا 2 میخوایم ببینیم در چند نقطه حد نداره. نظرتون چیه؟ خدمتون گفتم که آنچه که باعث میشه داخل براکت صحیح بشه اون رو باید مشخص کنیم. میگیم x به توان 2 برابر k میگیریم که k یه عدد صحیحه و این x ها رو مشخص میکنیم که جواب ما هستن x هست مثبت منفی رادیکال k که x متعلق به این اعداد. اگه به k مثلا بدم 3 میشه منهای رادیکال 3، مثبتش هم که داره منهای رادیکال 2، منهای رادیکال 1 صفر رو نمیدم. الان میگم چرا خدمتون. ما توی بازه مورد نظر این 6 تا نقطه رو نوشتیم، نقطه x مساوی با 0 رو ننوشتیم. علتش این بود که این در واقع fx مساوی با x2 اگه در نظر بگیرید این مینیموم این تابع هستش و گفتیم که نقاطی را که داخل براکت رو صحیح میکنن تابع ما تو اونها حد نداره مگر اینکه اون نقطه برای تابع مورد نظر مینیموم یا ماکسیموم باشه. به خاطر این k مساوی با 0 رو توی محدود اعداد نگرفتیم و 6 نقطه محاسبه میشه. خب مثال ساده حل کنیم. حد جزء صحیح منفی 3x وقتی x سمت منهای 2 میره با مقادیر بزرگتر از منهای 2 رو میخوایم مشخص بکنیم. خب شما الان میتونین در واقع به x بدین یه عددی که از منهای 2 یک مقدار بزرگتر هستش، یعنی به سمت منهای 2 رفتن توی محور اگه در نظر بگیرید، این اگه 0 باشه این منهای 1 باشه این منهای 2، به سمت منهای 2 میری از این سمت مثبت، یعنی از سمت راست داری به سمت منفی 2 میری. مثلا چی؟ منهای 1/8 مثل منهای 1/8 و الان اگر این منهای 1/8 رو ضرب منفی 3 بکنی مثبت میشه، منها در منها مثبت میشه 3 تا 1/8 مال اگه 2 بود میشه 6 زیر 6 میشه و در نتیجه من میگم 6 منها یعنی زیر 6 میشه که جزء صحیحش میشه چی؟ 5. و حالا وقتی که به سمت منهای 2 میره
از این سمت حرکت میکنه به سمت منهای 2. یعنی این منهایی که گذاشته یعنی از مقادیر کمتر میره به سمت منهای 2. مثل منهای مثلا 2/1 که مثلا اینجا میتونه مشخص بشه که باز منها در منها مثبت میشه. 3 تا 6 میشه، اما از 6 یه مقدار بیشتر میشه. 6 مثبت میشه که 6/1 که جزء صحیحش میشه 6. میبینید که تابع من در منهای 2 حد نداشت، چون از سمت مثبتش 5 شد، از سمت منفیش هم برابر 6 شد. مثال، حد براکت x به توان 2 رو وقتی که به سمت -2 میل میکنه رو میخوام پیدا کنم. از حالت راست یا چپ میخوایم ببینیم که مقدار چه خواهد شد. وقتی x به سمت -2 میل میکنه با مقادیر در واقع بزرگتر باز ما میتونیم عدد گذاری بکنیم و ببینیم که این میشه 4 منها، یعنی از 4 یه مقدار کمتر میشه و جزء صحیحش برابر 3 میشه. و اگر اینجا باز یک عددی رو بذاریم به جای x که از منهای 2 یه مقدار کمتره، میبینیم که وقتی به توان 2 میرسونیم از 4 یه مقدار بیشتر میشه که جزء صحیحش برابر 4. حتما شما عدد گذاری کنید و از این راه ساده عدد گذاری میتونید به جواب برسید. مثلا اینجا x رو که میخواین عدد گذاری بکنید به سمت منهای 2 میره با مقادیر بزرگتر از منهای 2. ببینید که چه عددی رو میتونید مشخص کنید. خدمتتون گفتم که اگر این محورها باشه x سمت منهای 2 از این سمت بیایم میشه این، و اینجا هم از این سمت بریم به سمت منهای 2 میشه این علامت منفی که اینجا نوشته شده. حالا عدد رو شما میتونید در نظر بگیرید دیگه. اگر این مثلا 0 باشه این 1 باشه، اینجا رو مثلا 0/1 باشه این منهای 3، خب این عدد میتونه باشه منهای 1/9 که اینجا قرار میدید و به توان 2 میرسه و میبینیم که عددی است از 4 کمتر و اینجا هم میتونی عددی مثل منهای 2/1 قرار بدی که به توان 2 میرسه، از 4 یه مقدار بزرگتر خواهد شد. حد لگاریتم x در پایه 2 وقتی x به سمت 1/8 میره، از سمت راست هم به سمت 1/8 میره رو میخوام پیدا بکنم. خب اینجا شما در واقع کار ساده ای دارین دیگه، لگاریتمه و میتونین به جای x مقدار 1/8 رو قرار بدین و وقتی که 1/8 رو که قرار بدین میبینید که به مقدار در واقع عددی نزدیک به 3 ولی ازش کمتر میرسین، چون لگ 1/8 تو پای 2 عدد 3 میشه با مقدار کمتر که جزء صحیحش برابر 2 خواهد بود. این تابع لگاریتمی که اینجا هستش تو نزدیکی های 1/8 در واقع نزولی هستش. اینو یه مقدار حالا میتونید بررسی بکنید، تابع رو شکلش رو رسم کنید. وقتی x رو به سمت 1/8 دارید میل بدید ببینید که مقدار تابع چقدر خواهد شد. مثال بعدی، حد 8 سینوس x رو داخل براکت گذاشته، یعنی من میخوام اینجا حد رو پیدا بکنم. میبینید اینجا براکت ها، بعد که حد رو پیدا کردیم ازش جزء صحیح بگیریم. این با اینکه این جزء صحیح اینجا بود فرق داشت، اون شما خودتون حل کنید. خب پس این مقدار رو میخوام پیدا بکنم. ما اول باید این حد رو مشخص بکنیم، بعد ازش جزء صحیح بگیریم. میگیم که 8 تا سینوس در واقع پیشیشم میخوایم بگیریم که از پیشیشم هم در واقع به سمت پیشیشم میره با مقادیر کمتر که میدونیم که سینوس پیشیشم برابر 1/2 خواهد شد. 8 تا 1/2 میشه 4 که جزء صحیحش برابر 4. اون چیزی که من میخوام شما هم حل بکنید این مقداره. به نظرتون چقدر خواهد شد وقتی که ما میخوایم این حد رو پیدا کنیم؟ فرقش با بالا اینه که براکت رو آوردم جلو و تابع 8 سینوس x رو داخل براکت گذاشتم. اینجا کل مقدارمون رو پیدا میکنیم و ازش جزء صحیح میگیریم، انگار که این مقدار میخواد پیدا بشه و بعد مقدار پیدا شده خودش عدد 4 بود و جزء صحیحش هم برابر 4. اما در اینجا خب باید ببینیم که تفاوت چه خواهد. مثال، حد جزء صحیح x تقسیم بر x وقتی x به سمت 0 میره با مقادیر کمتر از 0 رو میخوایم محاسبه بکنیم
در این عبارت خب ما اگه توجه بکنیم به x یه عددی بدیم که از 0 یه مقدار کمتر باشه، میبینیم که جزء صحیح اون عدد برابر است با منهای 1. خب یه عددی شما در نظر بگیرید به 0 نزدیک، از 0 کمتر، جزء صحیحش میشه منهای 1 و مخرج هم یه عدد خیلی کوچیک منفیه که ما میذاریم منفی اپسیلون. منها در منها مثبت میشه، عدد تقسیم بر 0 میشه مثبت بی نهایت. حد جزء صحیح 5x به اضافه جزء صحیح منفی 5x وقتی که سمت 1/5 میل میکنه. خب این x به سمت 1/5 اگر با مقادیر بزرگتر میل بکنه یا با مقادیر کوچکتر، دو حالتی که باید بررسی بکنیم. اگر دوتاش با هم برابر بود حد اون تابع مشخص شده، در غیر صورت میگیم حد نداره. خب وقتی که به سمت 1/5 با مقادیر بزرگتر بره، 5 تا 1/5 میشه 1 و منهای 5 تا 1/5 هم میشه منهای 1. فقط باید علامتاشو مشخص کنیم. اینجا از یک مقدار بزرگتره میتونی عدد بذاریم و اینجا از منهای 1 یه مقدار کوچکتره. 1 و 1 دهم که بگیریم جزء صحیحش میشه 1. از منهای 1 یه مقدار کمتر در نظر بگیر، جزء صحیحش میشه منهای 2 و حاصل منهای 1 خواهد بود. اگر به سمت 1/5 بره با مقادیر کمتر، باز این برابر 1 و این منهای 1 میشه. 5 ضرب در 1/5 منهای 5 ضرب در 1/5. حالا وقتی به سمت 1/5 میره با مقادیر کمتر، این از 1 یه مقدار کمتر میشه و این از منهای 1 یه مقدار بیشتر. از 1 یه مقدار کمتر مثل 9 جزء صحیح 0 میشه. جزء صحیح این عبارت هم منهای 1 میشه و حاصل منهای 1 خواهد بود. پس حد این مقدار منهای 1 میشه. حد x به اضافه 1 تقسیم بر جزء صحیح x منهای 3 وقتی که سمت 3 میره با مقادیر کمتر از 3 رو میخوایم محاسبه بکنیم. خب صورت که اگه 3 بذاریم مشخصه که جواب برابر با 3 و 1 میشه 4. حالا در مورد مخرج صحبت کنیم. 3 منهای 3 میشه چی؟ 0. از 3 یه مقدار کمتر هستش، مثلا 2/9 منهای 3 میشه منهای 1/10. جزء صحیح منهای 1/10 اگه شما بخواید در نظر بگیرید برابر میشه با منهای 1 و این حاصل میشه منهای 4. من به جای 3 و با مقادیر کمتر گذاشتم مثلا 2/9 و این مقدار شد منهای 1/10 و منهای 1/10 جزء صحیح شد منهای 1. حد 1 منهای جزء صحیح x به توان 2 تقسیم بر 1 منهای جزء صحیح x وقتی x به سمت 1 میره با مقادیر کمتر از 1 رو محاسبه میکنیم. اینجا در واقع به این صورت عمل میکنیم که این x مون که به سمت 1 میره با مقادیر کمتر، اگه فرض کنیم مثلا 9/10 باشه، اون موقع 9/10 در واقع جزء صحیحش میشه 0 به توان 2 هم میشه 0 میشه 1 منهای 0 صورت. مخرج هم میشه 1 منهای 0 چون 1 منفی مثل 9/10 و جزء صحیح 9/10 میشه 0. پس به جای جزء صحیح x گذاشتم 0 و حاصل برابر 1 خواهد شد. این وقتی به سمت 1 بود و مقادیر کمتر. وقتی x به سمت 1 بره با مقادیر بیشتر، اون موقع جزء صحیح xی که ما اینجا خواهیم داشت، مثلا اگه 1 و 1/10 در نظر بگیری جزء صحیحش میشه 1. وقتی 1 منهای 1 میشه 0 و 0 هم 0 مطلق خواهد بود و حاصل کسرمون بی‌معنی میشه. پس اینجا ما میگیم حدمون بی‌معنیه اگه میخواستیم محاسبه کنیم. حد قدر مطلق x منهای 3 تقسیم بر x منهای 3 ضرب در جزء صحیح x وقتی که x به سمت 3 میره با مقادیر کمتر از 3 رو میخوام محاسبه بکنم. و وقتی که سمت 3 میره با مقادیر کمتر از 3 وضع قدر مطلق مشخصه دیگه. این مقدار کمتر از در واقع منفی خواهد بود و میشه منهای x منهای 3 تقسیم بر x منهای 3 ضرب در خب x به سمت 3 میره با مقادیر کمتر از 3 مثل عدد 2/9. خب جزء صحیح 2/9 برابر با 2 خواهد بود.
این با این که ساده بشه منهای 1 میشه ضرب در 2 حاصل -2 خواهد شد. حد قدر مطلق x تقسیم بر جزء صحیح x در ساین x به اضافه 1 وقتی x سمت -1 میره با مقادیر بزرگتر از -1. خب همسایگی راستش. برای اینکه اینو مشخص کنیم تکلیف قدر مطلق و جزء صحیح و ساین رو باید مشخص کنیم. قدر مطلق x تکلیفش مشخص هستش دیگه. x به سمت -1 میره با مقادیر بزرگتر از -1 اگه در نظر بگیری باز در واقع حاصلی که ما خواهیم داشت برابر با قدر مطلق -1 خواهد بود. یعنی به x میدیم -1 و جزء صحیحش هم برابر -1 خواهد بود. -1 یه مقدار بزرگتر از -1 اگه در نظر بگیری جزء صحیحش میشه -1 و ساینمون هم برابر با این -1 با 1 میشه 0. اما چون -1 یه مقدار از -1 بزرگتر هستش این صفرمون مثبت خواهد شد. پس یعنی مثلا مقادیر بزرگتر از -1 رو شما در نظر بگیرید. خب اگر این محورمون باشه این 0 باشه این -1 x به سمت -1 رفتن از این سمت مثلا -9 که در نظر بگیرید -9 با 1 چه 1/10 و یه 0 مثبت هست و در واقع خب این -1 خواهد بود. اینم علامت 0 مثبت برابر یه عدد در واقع بزرگتر از 0 خیلی به 0 نزدیکه از 0 بزرگتره میشه -1 و حاصل -1 خواهد شد. مثالی داریم اینجا تابعی مثل f(x) داریم برابر جزء صحیح 4x2 به اضافه 3 تقسیم بر x2 به اضافه 1. سوال اینه که این تابع در چند تا نقطه حد نداره. میگیم که این تابعه رو اگر ساده تر بکنیم شاید به نتیجه بهتری برسیم. به جای این 3 که ما اینجا داریم پس من داخل براکت رو به جای 3 میذارم 4-1 تقسیم بر x به توان 2 به اضافه 1. حالا میام از این 4 اینا در واقع فاکتور میگیرم میشه x2 به اضافه 1 مخرجم هم که x2 به اضافه 1 تجزیهش به این صورت در واقع می نویسمش که اگه اینو مخرج مشترک بگیری همین خواهد شد و حالا اینجا این دوتا با هم ساده خواهند شد میشه 4 تقسیم بر x2 به اضافه 1 -1 تقسیم بر x2 به اضافه 1. تا برای این مقدار ساده کردم به این حالت رسیدیم. حالا اگر از این مقدار ما جزء صحیح در نظر در واقع داشته باشیم البته اینجا این x2 به اضافه 1 ساده شد. این فقط شد 4 چون این دوتا با هم ساده شدن شد 4-1 روی x2 به اضافه 1. حالا اگر ما از این جزء صحیح بخوایم در نظر بگیریم براش این 4 که در واقع خارج میشه و فقط این عبارت میمونه داخل جزء صحیح. پس من اینو میتونم به این صورت بنویسم 4 به اضافه 1 جزء صحیح -1 تقسیم بر x2 به اضافه 1. خب من تابعه رو این شکلی نوشتم. خب میبینیم که معادله. چرا این کارو کردیم؟ خب ببینید شما x2 میدونید که یه عدد بزرگتر مساوی 0. حالا اگر یکی به دو طرف اضافه بکنیم میشه x2 به اضافه 1 بزرگتر مساوی 1 میشه. به دو طرف این عبارت یک اضافه کردم. و حالا اگر من این عبارت رو داشته باشم میتونم در واقع بنویسم که 1 تقسیم بر x2 به اضافه 1 میدونیم که این مثبت هم بود بزرگتر از 0 و کمتر مساوی 1 طبق خاصیت نامساوی. و اگه اینو در یک منها من ضرب بکنم میشه -1 علامت جاش عوض میشه -1 تقسیم بر x2 به اضافه 1 کمتر از 0. خب من به این نتیجه که رسیدم اینجا نگاه کنیم عبارت رو ساختم دیگه -1 تقسیم بر x2 به اضافه 1 رو ساختم و میبینم این یک عددی است بین -1 تا 0. پس جزء صحیحش میشه -1 دیگه. پس میشه 4 به اضافه -1 که در واقع عبارت ما میشه 3. پس کلا تابع من هست f(x) مساوی با 3 دیگه. این عبارت همون f(x) مساوی با 3 بود و وقتی یه تابعی ثابت باشه تابعی ما ثابت باشه وقت تابع در همه نقاطی که فکر بکنی حد داره چون یه تابع چی هست؟ ثابت هست. اینجا نکته ای داشتیم که
تابع ثابت در همه نقاط حد دارد. من فقط این مقدار تابعه رو به صورت ثابت اول نداده بودم که خیلی سریع به این نکته اشاره بکنم. تابعه رو یه مقدار باش بازی کردیم و به مقدار عدد ثابتی مثل 3 رسیدیم. بعد در مورد اینکه در چند نقطه حد ندارد صحبت. حد جزء صحیح x منهای 1 تقسیم بر x منهای جزء صحیح x وقتی x به سمت 1 مثبت میره رو با هم محاسبه کن. x به سمت 1 میره با مقادیر بزرگتر از 1 مثل 1 ممیز 1/10 و 1 ممیز 1/10 منهای 1 بکنیم میشه 1/10 و جزء صحیح 1/10 0 میشه. مخرجم 1 و 1/10 رو منهای جزء صحیح 1 و 1/10 بکنیم جزء صحیح 1 و 1/10 میشه 1 و 1 و 1/10 منهای 1 میشه 1/10. البته اون 1/10 نیست و یه عدد خیلی کوچیکیه، چون وقتی که سمت 1 میره با مقادیر بزرگتر من میگم 1 و 1/10 1 و 1 ممیز یه عدد خیلی نزدیک به 1 که این مقدار که تفاضلشون هستش یه عدد خیلی کوچیکه. 0 تقسیم بر اون عدد خیلی کوچیک حاصل برابر 0 خواهد شد. مثال بعدی حد جزء صحیح x به توان 2 منهای x به توان 2 تقسیم بر x به توان 2 وقتی x به سمت 0 میره رو با هم محاسبه کنیم. خب جزء صحیح x به توان 2 حدش وقتی به سمت 0 میره برابر 0 پس میشه 0 منهای x به توان 2 تقسیم بر x به توان 2 که برابر با منهای 1 خواهد شد. رسیدیم به بحث صورت‌های مبهم. چند تا حالت رو من اینجا براتون می‌نویسم. هر وقت حد داشتین محاسبه می‌کردین به این حالت‌ها رسیدین بدونین که مبهمه و باید رفع ابهام کنید. مثلا اگه رسیدین با حالتی که یک کسری داشتین صورتش مقدارش 0 شد مخرجم 0 شد، این 0 روم هستش و باید رفع ابهام شه. یا بی‌نهایت تقسیم بر بی‌نهایت شد یا بی‌نهایت منهای بی‌نهایت شد یا 0 ضرب در بی‌نهایت شد یا 1 به توان بی‌نهایت شد. اینا صورت‌های مبهمی هستند که خیلی معروف هستن. به جز این صورت‌های مبهم هم شما میتونید 0 به توان 0 و بی‌نهایت به توان 0 هم در نظر بگیرید که این کلاً 7 حالت مبهم معروف هست که وقتی حد حساب کردین به اینا رسیدین رفع ابهام کنین. اولین صورت مبهمی که بررسی میکنیم رفع ابهام در واقع 0 رومه. وقتی شما حدی رو محاسبه کردین صورتش شد 0 یک کسری بود که صورتش شد 0 مخرجم شد 0 ابهام داره باید رفع ابهام کنین. برای رفع ابهام چندین روش داریم، مثلا روش هوپیتال داریم، روش حذف عامل صرف کننده داریم و روش هم‌ارزی داریم. این روش هوپیتال رو من فعلا درس نمیدم، بذارین مشتق رو یاد بدم خدمتون و بعد که مشتق بلد شدیم هوپیتال رو استفاده خواهیم کرد. ولی خب بعضی از کتاب‌ها تو همین فصل هوپیتال استفاده میکنن و یک مشتق رو تا حدودی درس میدن و بعد از این روش هم استفاده میکنن. من حالا عجله ندارم، فعلا شما رو با روش‌های دوم و سوم آشنا میکنم و روش دوم حذف عامل صفر کننده است. توی حذف عامل صفر کننده میایم عاملی که صفر کننده است رو از صورت و مخرج در واقع حذف میکنیم و من میتونم در واقع از تجزیه استفاده کنم، میتونم از اتحادهای جبری یا مثلثاتی استفاده بکنم. اگرم عبارتی داشتین که عبارتتون گنگ بود اول اونو گویا بکنین بعد عامل صفر کننده تونم حذف بکنین. اگر در واقع از روش هم‌ارزی هم خواستین استفاده بکنین، هم‌ارزی هم چندین نوع داره. هم‌ارزی مثلثاتی داریم، هم‌ارزی مثلا کم توان داریم، هم‌ارزی برنولی داریم. این هم‌ارزی‌های معروفیه که ما داریم، هم‌ارزی مثلثاتی، هم‌ارزی برنولی داریم و هم‌ارزی کم توان هم داریم. خود مثلثاتی هم دو حالت داره، یک حالت معمولیشه و یه حالت دقیق ترشه، میگیم حالت دقیق تر.
یه حالت معمولیه که اینا رو حالا در رابطه باهاش صحبت خواهیم کرد.